سامورایی پیدا کردی تا عموتو نجات بدی؟ هنوز نه، ولی هنوز دارم میگردم. مطمئنم به زودی کسی رو پیدا میکنی. خب تاکا میتونه بهت کمک کنه بعد از اینکه نجاتش بدی. تاکا کیه؟ به زودی میبینمش. خیلی خوش شانسه که تو رو داره. احتمالا خودش مخالفه. برادر خواهرها برای همین موقع. خودت چی؟ خواهر و برادر داری؟ ارباب شیمورا تنها خانواده منه. وقتی آزاد بشه چی کار میکنی؟ نفس راحت میکشم، چون اون موقع میدونم امیدی برای جزیرمون وجود داره. به همین شدت حسش میکنی؟ با چشمای خودم شاهد پیروزیاش بر ناممکن ها بودم. بعد از اینکه برادرتو آزاد کردی بعدش چیه؟ صادقانه بگم برای فکر کردن بهش وقت نداشتم. سوارکار ماهری هستی. زخمات چطوره؟ تقریبا خوب شدن. بان پیچیت کار خودشو کرد. زیاد در مورد احساساتت صحبت نمی‌کنی مگه نه؟ عزیزم فکر کنم حق با توه. عموم بهم یاد داده که یه سامورایی احساساتشو مثل اسب یا شمشیرش کنترل میکنه. راه سختی برای زندگی کردن. قرار نبوده که آسون باشه. اوه یه چیزی نوشته بود من نخوندم. با اسب میپره. میکنم با اسب میپره. ببخشی عمو قشنگم. خودش بری منظره رو باخ. عمو یه نقطه اون بالاست که به کل رودخونه دید داره. چشم انداز خوبی از اردوگاه مقالا بهمون میده. چی؟ همین؟ چه نمیذاره سوار اسب این شم. فقط اسب خودم. اینای امو اردوگاه اینجاست. ورود بهش مشکله. مغولات یه چند روز اونو بنا کردن. باید راه نفوذی باشه. بیا یه نگاهی بندازیم. امو من نمیفهمم. اینوری میگی امو نداره دور میشه که باید بدون اینکه جون تاکا رو به خطر بندازیم بهش برسیم. یه راه بی خطر پیدا میکنیم. خب چیکار کنم الان؟ این که چی جوریه؟ آها
یه بار دیگه نمیتونم اونو ببینم. از اون صخره‌ای که اون طرف استفاده میکنه. اگه سست باشن ممکنه فرو بریزن و جلب توجه کنن. نه بابا. دیوار جلویی هنوز در حال ساخته شدنه. ممکنه راه ورود خوبی باشه. خب پس میشه دنبال یه شکاف تو دیوار جلویی تکلیف چی سر و شد؟ صدا وارد بشی. و کلک مغولا رو جایی که هستن بکنیم. اگه مشکلی پیش بیاد اونا زندانیا رو میکشن. خودم دیدم که این کارو میکنن. باید بی سر و صدا وارد بشی. مثل دزدا؟ مگه چه اشکالی داره؟ دو دختر دزدالای قبل از تش. سامورایی این جزیره توسط جنایتکارها اداره میشد. ما با قانونگذاری و برپایی عدالت در بلای آن اوضاع رو تغییر دادیم. گذشت ما بر اصل شرافت زندگی میکنیم. این و بده. گاهی هم بر همون اصل میمیریم. مثل پدرم که فقط میخواست خونه ای امتر برامون فراهم کنه. منم دقیقاً همینو میخوام. ولی باید مقابله به مثل کنی. من به همون قول دادم که اصولمون رو نشکنم. پس خمش کن. برای نجات خانواده من و خانواده باقی مونده خودت. Principles. پس اصول. بهتره بریم که از نزدیکتر یه نگاهی بندازیم. اگه تا اشتباه تاریک نگفته شدن باشه. هوا منتظر میمونی. راه بیافت. یزید شب شد که بودایی میفهمم. تاکا چیزای زیادی از سر گذرونده حتی قبل از یورش. ولی تو مراقب بشی. یه نفر باید این کارو بکنه. از دزدی کردن متنفر. ولی یا باید این کارو کردن یا گرسنگی میکشه. منم اش کردی سامورایی گفتم بودن رو دختر انتخاب دوز بوده. ولی عمل عشق کردن برخلاف کردی. قرایزم اصولم. بهتر از نابود شدن به دست مقابل باید مقابله کنی. به هر طریقی که میتونی. از اینجا اوه عمو نباید بفهمه ما اومدیم. اگه ما رو ببینن زندانیا رو میکشن. پس بهتره بی سر و صدا بمونی. بی صدا گلوشونو میبریم. این مخالفه اصول ما. بگو داداش این که همه فهمیدن که اول دهنشو میگرفتی بعد میزدی. بریم به خاطرات کودکی. به چی فکر میکنی جی؟ خرس داره با پای لنگ میده. تیرت زخمیش کرد. اون هیولا در چنین لحظاتی از همیشه خطرناک‌تره. گوش بزن باش. بله جان. میریم دنبالش. فکر نمی‌کردم خرسا اینجا زندگی کنه. نمی‌کنم. ولی جنگ یاریکاوا بعضیاشون رو به اینجا کشوند. پس تقصیر یاقی است. باید به عنوان مجازات اونا رو به خورد خرسا بدیم. ما بربر نیستیم جی. ببین گفته رد خرس رو دنبال کن. رد نداره. اینجا از عمومون هم نمیتونیم کمک بگیریم چون پدر بابا خب ردش کجاست؟
این رد دیگه نداره چیزی، همین دور و براست. خرسه اینجا زمین خورده، داره میمیره؟ نه، ولی داریم نزدیک میشه. آماده باشی. بله اما اگر زنده باشه میشه شانسم امتحان کنم؟ ثابت کن که میتونی احساساتت رو کنترل کنی. بعدش شاید. گرفتیمش. مراقب باش، ممکنه هنوز زنده باشه. امکان نداره این تیر باعث مرگش شده باشه. ببینم پهلوش جای زخمه، ولی نه زخم تیر. یه آدم کش بود. فکر کنم از یاریکاواست. خواه از پشت به جیتو حمله کردی؟ ارباب ساکای خودتو کنترل کن. ما مثل این مردی که اینجاست جنایتکار نیستیم. ما سامورایی هستیم. اون سعی کرد شما رو بکشه. باید با جونش تقاصه این خطا رو بده. تو چشماش نگاه کن و نشونش بده یه سامورایی هرگز از روی خشم و ترس کاری نمیکنه. جونشو بگیر ولی با شرافت. زد وسط سرش. وقتی مبارزه میکنیم ما با دشمن روبرو میشیم و زمان گرفتن جونشون تو چشمشون نگاه میکنیم با احترام و شجاعت میکشیمشون. این چیزیه که از ما سامورایی میسازه. فقط بزدلا از دل سایه ها حمله میکنن. اوه این همه قصه چی برسه اینجا. یزید تو الان یک به لشکر مغولی، یک به چندم نیستی، یک به لشکر مغولی اوکیه. جی چی شده؟ بیا برادرتو پیدا کنیم. نباید بذاریم ما رو ببینه. حواستو جمع مثل یه دوست فکر و حرکت کن. این حالتش چه حالی میده. چه حالی میده این حالتش. اصلا آرامش میده با آدم.
خب این داداشت نی؟ داداشه باید غذاها رو این همه میزنی؟ اوکی میشه جونت. اینم که قونچ میزنه و اینم که دیدیم و رفتم دیگه. رفته بودم اینو رفتم دیگه همش رفت. اونجا یه زندانی. تاکاست؟ بیا بفهمی. نه تاکا نیست. چون میخوای بیای توی هستی بیای بیرون. این صدا ویز ویز این سوسکه تو مخه ولی باش توی بیرونی. کاش چیزشو میشد بود عقب. اذیت هم اینجوری هاجی. داداش چطور وارد اینجا شدی؟ باید بریم بعداً صحبت میکنیم. این تو چیزی نداری برای داداش؟ اینجا هم که رفتیم. خب بریم سمت رودخونه. اونجا در امانیم. تو یه سامورایی بدون اربابی؟ بودن. از وقتی جیرشون کم شد ازشون جدا شدم. ارباب شیمورا دستگیر شده. یه شمشیر اضافه برای آزاد کردنش به کار میاد. دنبال کار میگردی؟ نه ولی احتمالاً کلاه اسیرایی دیگه باشه. آخرین چیزی که شنیدم این بود که توی قلمرو سلسو تو ساحل نزدیک علفزار کشی دارن مغولا رو شکار میکنن. ما داریم دنبال برادرم میگردیم. یه آهنگر به اسم تاکا.
از خلیج آزامو صحبت میکردن و یه آهنگر توی آخرین گروه بود. یه مرد جوون رشته، احتمالاً اهل یاریکاوا بود. بنرفته باشی. امیدوارم آهنگرتون رو پیدا کنید. تاکا توی خلیج آزامو زنده است. شهر با دیوار محصور شده. بدون نقشه وارد شدن فقط جونشو بیشتر به خطر میندازه. یه دوستی دارم که احتمالا میتونه ما رو تا داخل ببره. پیداش کن. هرچی زودتر بتونیم تاکا رو نجات بدیم، اما زودتر نجات بدیم. جیم، به محض اینکه تاکا آزاد بشه هرچی بخوای برات میسازه، ولی بعد از اون ما از جزیره میریم. خودت دیدی مغولا اینجا چه کارایی میکنن. ارباب شیمورا میتونه جلوشونو بگیره. بمون، کمک کن برای خونمون مبارزه کنیم. خونه هر جایی که من و تاکا اونجا باشیم. دوستم تو قلمروی آزامو زندگی میکنه، هم مرز سوتسو. اونجا میبینمت. میدونم آسون نبوده زیر پا گذاشتن اصولت. من کار درستو کردم. ممنونم. کستل کانادا. ارباب شیمورا، لیاقت تو بیشتر از این هست. مردمتو متقاعد کن تا دست از مقاومت بردارن و خودت هم اون وقت یه ذره شبیه پاگونده است، یه ذره شبیه وقت منو هدر نده. منو بکش. فکر میکنی همه چیز رو از دست دادی، ولی برادرزادت هنوز زنده است. چی؟ افراد من کنترل جاده ها رو در دست دارن. در نزدیکی شهرها اردوگاه میسازن. همه چیز رو میبینن و به زودی پیداش میکنن. ارباب ساکا تا آخرین نفسش مبارزه میکنه. منم همینطور. تو دوستش داری؟ هنوز همونطور که مردمتو دوست داری. برای اونا مثل پدری. به عنوان پدر بچه ها تو رها میکنی. هرگز اونا رو به بردگی تو نمیسپارم. پر رو. Have any technique formed additional